حیات وحش. این قسمت ببر آبی. ببر آبی یکی از موجودات تازه شناخته شده در خانواده گربه‌سانان می باشد. آنها در غارهای تاریک و در اعماق زمین زندگی می کنند که با 2 ستاره روی شانه فقط چند روز از سال را به بیرون از غار می آیند و بعد از شکست مجدداً به غارهای خود باز می گردند. بعد 50 سال هنوز از 2 ستاره فتح شده در جنگل‌های امجدیه تغذیه می‌کنند و علاقه زیادی به بالا رفتن از دکل رقبای رقیب دارند. فصل نقل و انتقالات زمان جفتگیری این گونه نادر می‌باشد که هوادارانش به طرز چشمگیری افزایش پیدا می‌کنند. آنها با شعار این دفعه جدی هستیم به بیرون از غار می‌گریزند و بعد از گذشت چند هفته با جمله ضعیف‌ترین بلوک‌دایگر تاریخ به خانه باز می‌گردند تا پرچم‌های کره و ژاپنشان را بر فراز غار به احتراز درآورند. عدم فحاشی به بچه ببرهای جدا شده از دیگر افتخارات این گونه نادر می‌باشد. ببرهای آبی سال هاست در پی شکار نمی باشند و فقط برای حفظ سلامتی در مراتع به دویدن می پردازند. این گونه جانوری در هنگام خستگی ناشی از دویدن به مصرف جک تریدی روی می آورد. وظیفه تهیه و توزیع این ماده بر دوش آلفای قبیله ببرشاه بزرگ بلوفرها، بهترین آلفای هفته 20 مراتع امارات می باشد. علاوه بر آن جلوگیری از ورود پشه های اضافی به داخل غار بر عهده ببر آلفا است. این گونه جانوری خطرناک نه دندان تیز دارد، نه چنگال و نه قدرت. تایگرها فقط یه دونه ره دارند که آن هم در طول تاریخ به هیچ دردشان نخورده است.